با عرض سلام، خسته نباشید دوستای عزیز. نعمت هستم و این اولین ویدیویم است که بر یوتیوب می سازم و یعنی اولین ویدیوی چینل How to and Top 10 است و چینل تازه جور کردیم و میخوایم امروز درباره یک برنامه یا یک سافت بسیار جالب و مفید برای شما معلومات بدم که بسیار کارهای مفید را انجام میده و مخصوصا یک چیز خیلی مهم این است که بسیاری دوستان ما سوال میکنن چطور میتونیم از طریق کامپیوتر یا از طریق لپتاپ یا از طریق کامپیوترهای دسکتاپ چرا هم میتونیم لایو بیم در فیسبوک. و یک چیز بسیار جالب هم هست، چون بسیاری از دوستای ما از طریق یوتیوب آهنگ پلی میکنن در گروپ ها، در صفحه های خودشان و اینا، و بسیار یک چیز خوب است برای دوستای ما، بسیار یک چیز جالب معلوم میشه. به اون خاطر امروز میخوایم با شما یاد بدم که چرا هم از این برنامه استفاده بکنین. در قدم اول دوستای عزیز، شما باید در گوگل برین، قسمه که دوستای عزیز من کیوردم فارسی است. در گوگل رفته دوستای عزیز نوشته میکنین OBS استودیو. OBS استودیو وقتی نوشته میکنین دوستان، چیز اوله که صفحه اولی که باز میشه این باز میشه و شما باید این قسمت دانلود اینستالر رو بزنین و همچنان این در کامپیوترهای سیستم iOS هم کار میکنه، ویندوز هم کار میکنه، یعنی در تمام سیستم ها کار میکنه و شما میتونین قسمت دانلود اینستالر بزنین. وقتی دانلود اینستالر زدین مستقیم برنامه‌ای که شما میخواین اینجا دانلود میشه. من به خاطر سیو نمیذارم، کنسل میکنم، چون من قبلا این برنامه رو دانلود کردم و از این برنامه استفاده میکنم. دوستان عزیز، قسمی که شما میبینین این برنامه‌ای که دربارش صحبت میکنیم همین برنامه است، OBS استودیو. بسیار یک برنامه جالب، برنامه مفید است، شما میتونین هر وقت ازش استفاده بکنین. خب چیز موضوع بعدیه که در خیلی مفید است، شما باید یک بروکاست فیسبوک لایو کی داشته باشین، یک کلید داشته باشین که بزنین بالای از او برین و من لینکی صفحه رو بر شما میمونم. خیلی یک صفحه خوب است، بالای از کلیک میکنیم و این قسمت بر شما از شما خواستم میشه که در کجا میخواین لایو برین. آیا در صفحه خود میتونین شیر بکنین لایو زنه یا چی میخوایم؟ در یکی از گروپ ها، چون گروپ خیلی بسیار خوب است، همیشه در گروپ اینا دوستا لایو میان، به خاطر میخوایم در یکی از گروپ ها لایو برم و قسمی که شما میبینید میخوایم در یکی از گروپ ها برام پاتوق قندولک های هزاره است، میخوایم در لایو برم و نکست رو میزنیم و قسمی که میبینید صفحه جدیدی باز میشه. در صفحه جدیدی که باز میشه برای ما یک لینک یا یک لینک رو برای ما میده که این لینکی هست. لینک رو کپی میکنیم، لینک رو کپی کرده و در برنامه OBS میریم. وقتی داخل برنامه OBS شدین، قسمت setting یا تنظیمات رفته، بعد سر استریم کلیک میکنین، بعد در این قسمت یا پاک میکنین و چیزی را که لینک را که از صفحه فیسبوک کپی کرده بودین اینجا پیست میکنین، بعد انتر میزنین. حالا بعدش بالا ازی کلیک میکنیم استارت استریمینگ. وقتی که استارت استریمینگ زدین، فعلا من نزدم چون در حال استفاده از برنامه هستم. در این قسمت وقتی استارت استریمینگ زدین، قسمت پایین ای بالا ازی کلیک میکنین گو لایو. وقتی که این بالاش کلیک کردین مستقیم در صفحه یا همون گروپ را که میخواین لایو میره. و تشکر دوستای عزیز از اینکه ویدیو من دیدین. امیدوارم که ویدیو من خوشتون آمده باشه و حتما اگه خوشتون آمده حتما لایک کنین و سابسکرایب کنین، چون اگه سابسکرایب کنین میتونین ویدیوی بعدی من رو ببینین، چون من از این تصمیم دارم هر هفته یک ویدیو در مورد یک سافت‌ویر نو یا یک برنامه نو و یا 10 بهترین یا تاپ 10 برای شما ویدیو بسازم. و تشکر از دوستا که ویدیوی من رو دیدین. خداحافظ.